ایرانیان شکست خوردن در مقابل صحابه و هم رومی ها شکست خوردن. ایرانی ها در زمان حضرت عمر شکست خوردن. شما ایرانی ها مدیون عمر هستید. چرا؟ عمر به برکت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اینجا اسلام آورده. امروز این کسانی که سینه میزنند و میگوید ما مسلمانی، اسلام به حضرت شما، همه من و شما مدیون به سیدنا عمر هستیم، به خلافت ایشان، چون زمان ایشان اسلام به این منطقه آمد. ما همه شما مدیونیم. به خدا قسم ما گاهی وقتی یادآوری میکنم میگم اگر ما شب تا صبح سجده بکنیم و الله را شکر بکنیم، به خدا قسم ما هر چی دعا بکنیم بازم مدیون به سیدنا عمر هستیم که این منطقه مشرف به اسلام شد. اگر